شهر جم جز استان بوشهر هستش. میخوایم با موتور بیاریم سمت اصیل گله‌دار. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید. رسیدم به اولین پارکینگ از جم به گله‌دار. خب بعد البته اینو که میبینید پارکینگ هم نیست. ببینید اینجا یه در اصل جاده قدیمی است که الان یه جاده جدید دولاین رو زدن براش و از اونجا جاده دولاین شروع میشه. از اونجا جاده دولاین شروع میشه تا شهرستان جم دولاینه. و اینکه ما بچه جنوب هستیم، بچه اکثرا شوتی هستن. بله ببینید خیلی چاکرم. منم البته خیلی کار خطرناک کردم که با موتور از جم برگشتم تا گله‌دار. لطفاً لایک و سابسکرایب اینا یادتون نره. واقعیتش کانال ما راجع به راههای مکانیکی ماشینات سنگین، فوق سنگین، کارهای موتور، گیربکس، دیفرانسیل، هیدرولیک انجام میدیم. یعنی تخصص ما این هستش. امیدوارم که لذت ببرین از این ویدیو. این اولین پارکینگ بود من وایسادم و بعدش میرسیم به سرای شیراز، یعنی استان فارس دیگه. میره سمت استان فارس. یه سرا هستش سمت دارالمیزون، شیراز و جم. ما از اون ور میایم، یه دارالمیزون هست و یه استان فارس. ما سمت استان فارس نمیریم و میریم سمت دارالمیزون. بعدش میرسیم به روستای شهرک امام خمینی و بعد پارکینگ بعد من خدمتتون عرض میکنم که اوضاع از چه قراره. از سرای دارالمیزون رد کردیم و در نزدیکای گله‌دار هستیم. در یه 70-80 کیلومتر بیشتر نمونده. الان به دومین پارکینگ رسیدیم و با موتورسیکلت اینو طول میکشه که ما برسیم. یه ماشین نیست که ما بگیم آقا یه مقدار سرعت بریم زودتر برسیم. خب اگر که شما تا اینجای ویدیو رو دیدید که ما خیلی چاکریم، معلومه از کار درستیتونه. الان یه چیز جالبی که من دیدم اینه هاست. این چیه؟ این یه تقریبا تریلی 10 تن یا 8 تن قیر هستش. قیری که روی آسفالت ما میکشیم و خیلی سفته. نمیشه بگیم که این داستان
چجوریه. حالا اگر یک کمش من تونستم بکنم بهتون نشون میدم. خیلی سنگه، نمیشه بکنی، اون غیر هستش که روی اسفالت کار میشه. دوست نمیدونم ببینید. آها الان فوکوس کرد، ببینید این که تیکه خیلی کوچیک از غیر هستش. و ببینید دوستان که حالا من اولین ویدیومه که انقدر خیلی رسمی دارم صحبت میکنم. من اولین باریه که به قولم ویدیو ولاگ و این چیزا میگیرم. داخل ویدیوهای بعدی سعی میکنم که یکم خودمونی‌تر و بهتر صحبت کنم باهاتون. حالا اگر یکم ویدیو خشکه و یکم من خشک صحبت میکنم باهاتون، دیگه به بزرگواری خودتون ببخشید. در اصل به موضوع این کانال ما خیلی ربطی نداره این ویدیویی که من گرفتم. تا خوشتون بیاد. شاید اکثر مردم این جاده ها رو نیومدن، این به قولن این منظره ها رو ندیدن. تقریبا نیا جمونه زده. دیدی؟ الان فوکوس کرد. ببین این کناره، درخت کنار هستش، خدمتتون عرض کردم. یعنی به کیروم اینجور درختیه، اصلا به انش هم نیست بارون بیاد. کلا داخل بیابون سبزش، همه بیابون، همه بیابون. جدی میگم و باب این آفروده. از این ولاگ خوشتون بیاد. حتما لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. ولاگ ما از جنب شهرستان گله‌دار بود و هست، یعنی هنوز نرسیدیم. تقریبا یه 20 کیلومتر دیگه راه داریم تا برسیم. امیدوارم شارژ موبایل من همراهی کنه و این ولاگ رو کامل کنیم و تقدیم نگاه زیباتون کنیم. و ببینید اون منظره رو چقدر قشنگ، چقدر این منظره زیبا. آدم عشق میکنه از این منظره ها. ببینید الان فصل دیگه، از پاییز داریم میریم سمت زمستون و واقعا منظره زیبا. آدم حال میکنه اینجا بشین مثلا عرق بخوره. اینجا بشین با این ویو مثلا عرق بخوره، یه پیک بزنه نگاه بکنه. رسیدیم به این جاده متروکه و قدیمی. آره ما الان اینجا هستیم. ببینید ما اینجا هستیم. فکر نکنم شارژ گوشیم همراهی بکنی که از بقیه مسیر فیلم بگیرم. من سعی خودمو میکنم، اگر که شد حتما فیلم میگیرم. حالا نمیدونم دیگه، موبایل هر جا خاموش شد. ببین من موبایل رو این کاور رو میبینید، این کاور رو میذارم داخل پیراهنم و موبایل رو اینجا قرار میدم. یعنی هیچ تجهیزات آنچنان خوبی ندارم و این ولاگ هم یهویی به فکرم رسید که من بگیرم. امیدوارم ولاگ خوبی در بیاد. خیلی مسیر آنچنانی هم نبود. امیدوارم لذت برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و حتما از کانال ما حمایت کنید. در اصل کانال ما برای ماشینالات سنگین، فوق سنگین، کارهای موتور، گیربکس و دیفرانسیل، هیدرولیک، هر مدل ماشین. ما مکانیک های عمومی هستیم. در عرصه این علم ما داریم پیش میریم داخل این کانال
منتها الان من داشتم از جنب گله‌دار برمیگشتم، گفتن یه ولاگ هم برای شما بگیرم که شاید مورد قبولتون واقع شده باشه. حتما حمایت کنید از من. حالا بقیه مسیر رو هم میگیرم، اگر شد میگیرم، اگر نشدم که هیچی. شاید شارژ موبایل تموم بشه، چون فکر کنم خیلی دیگه شارژ نداشته باشه، خاموش میشه.